سلام. بعد از درس انداختن نوبت به چشم قالب یا چشم بازی شما میرسه. برای یاد گرفتن این درس در این ویدیو با ما همراه باشید. متشکرم. حرفه‌ای‌ها همشون چوبشون یک قسمتی از چونهشون بر اساس چشم قالب قرار داره. برای پیدا کردن این چوبتون رو در یک وضعیت عمودی نسبت به بدنتون قرار بدید. حالا آروم آروم در حالی که به این چوب نگاه میکنید چوب رو به سمت صورت خودتون بکشید. ناخودآگاه چوب زیر چشم قالب شما خواهد رفت. نقطه برخورد چوب به چونه رو پیدا کنید. اینجاست. حالا جای درست چوب روی بدن، چرخوندن چوب زیر چشم قالب و حالا آروم آروم حرکت میکنید روی ضربه، روی همون نقطه‌ای که چوب به چونه برخورد کرده. چوب باید عقب و جلو بشه. بک سوینگ، هنوز چوب اونجاست. ضربه، هنوزم چوب زیر چشم قالب منه. در واقع در حین کیو اکشن، در حین ضربه و بعد از ضربه چوب هنوز باید زیر چشم قالب شما باشه. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کنه. متشکرم.